اینجا من میخواستم با اجازه دوستان و سوالهای یک دوست دیگرمون بگذاریم که خیلی زحمت کشیدن، آقای شریف جانوف. البته یک کمی در اول صحبتم خیلی تون صحبت کردم که تا پخش زنده با مردم صحبت نکنید. شما هیچ کس هستید آقای کبیری که خب خدا را شکر اینا شروع کردیم، پس البته یک کسی هستیم و لیچن از باوری مهاجرین برآمدید یا برآمده است. تا خدا را دعا میکنیم که پروردگار ما را سزاوار باوری هم مهاجرین و همه ملت عزیز بگرداند و یگان حرکت و عملی در مبارزه از طرف شما نمیبینیم. یاد بگیرید مبارزه را از دیگر مبارزین. انشاءالله ما در حالت آموزش هستیم و آیسته آیسته میبینید که آموخته شدیم، یاد میگیریم سیاست رو و از دیگر برادران مبارزه بردن رو و دعا میکنیم که ما را هم پروردگار در صف اونها قرار بدهد. و میگید خود رو مخالف میگیرید، یک بار همه رو یک بار احمق کرده، در آخر گریختید. همه با امید مخالفین درونی بود و شست مردم رو گرداندید. خب دوست عزیزم شریف جان، این مسئله که آخر در گفتید خیلی مسئله مهم است که یعنی یک بار شست مردم رو گرداندیم و همه با امید اپوزیسیون داخلی بود که اگر اپوزیسیون داخلی خیزد، منظورشون شاید همون 10 اکتبر 2014 که وقتی که انقلاب اعلان شد شاید همون باشد. ما همون وقت موقع رو گفتیم، حالا هم تکرار میکنیم و خواهش میکنم دوستانم خیلی با دقت این مسئله رو توجه کنن. اولش اینکه انقلاب با اعلان نمیشه. در تاریخ یگان انقلاب شما ندیدید که اعلان کرده باشند که روز فلان ساعت فلان مقدار آدم ما به میدان میریزیم. شما برید تاریخ انقلاب‌های از انقلاب فرانسه شروع کرده تا بلشویک‌ها، تا انقلاب جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران و این انقلاب‌های اخیری که در کشورهای عربی و در اوکراین و در گرجستان و اخیراً در ارمنستان هم رخ داد. شما در کجا دیدید که یک رهبر سیاسی یا یک حزب سیاسی آمد و فلان روز انقلاب رو تعیین کرد و اون انقلاب شد، عملی هم شد؟ نداریم این چیزا. پس اگر شما با امید بودید که از بیرون ایستاده دوستان عزیز، برادران محترم، انقلاب رو اعلان میکنید و مردمی در داخل بوده میخیزن انقلاب رو انجام میدهند و شما با هواپیماهای ترکیش ایر و فرانس ایر و ایرفلات وارد دوشنبه میشوید، این یک خیال خام است و این حالا همینجا گفتید که مردم رو احمق کردید، برعکس این احمق کردنی مردم است. خب اگر من انقلاب کردنی باشم حداقل روز انقلاب رو اعلان نمیکنم، بعدن خب خودم میرم در داخل همونجا هستم در پهلوی مردم. مثلا انقلاب تونس شروع شد از اون که اون جوان تونسی خود را آتش زد، مردم در هم داخل بودند انقلاب کردند. یا انقلاب‌های دیگر هم درست است که رهبریت میتونه در بیرون باشد مثل بعضی رهبران انقلاب‌های دیگر، اما نباید روز انقلاب خودش باید طبیعی به وجود بیاد. مردم اون روز فرا میرسد و حتما در تاجیکستان هم فرا خواهد رسید، اما شما بیاید از قبل روز رو تعیین کنید، کاری خوبی نیست. اتفاقا من این رو هم بگویم اینجا، برادری که حالا نامش رو نگیرم به من پیام فرستاد که دوستانی که انقلاب اعلان کردند و شما یک پیام فرستادن، چون این بعدی یک از صحبت‌های من بود که ما حزب نهضت در این خیابان نمیرویم اون روز، که خب شما اگر اون روز انقلاب کردنی نیستید حداقل بر مقابل انقلاب گپ نزنید. من گفتم خیلی خوب، ما بر مقابل این دیگر اون صحبت شد، دیگر گپ نمیزنیم، اما خواهش میکنم گفتم پیام مرام با دوستانی که انقلاب اعلان کردن برسونید. یکم چون ما وضعیت رو از داخل میبینیم، ما بالاخره تجربه یک کمی سیاسی داریم، با مردم کار، با مردم، با ساختار دولتی داریم در اینجا. اولش این که بیرون تصمیم خود رو تغییر بدهند. اصلا دیگه که انقلاب با سبب‌های در روز دهم برگزار نمی‌شود و وقت دیگر مانده شد. اگر می‌خواهند می‌ترسند که مردم آنها را دروغگو اعلام می‌کنند، بگویند که کبیری نامردی کرد، کبیری قبول نکرد، همه عیب را به دوش من بزنن، همین تاریخ رو به یک وقتی نامعین پرتاین. در پیش انتخابات داریم، در پیش کارهای دیگر است، نکنید این کارو. با دیگر حزب و حرکات باید مشورت کرد. بالاخره نباید، خوب نیست که یک گروه بیان از بیرون روز و ساعت را تعیین کنند، دیگران باید که در خدمت این بزرگوارا باشند بدون هیچ تحلیل و بررسی
بعد اگر که نرفتن اینا خائن، اینا ترسو، اینا فلان و بهمان. من گفتم خواهش میکنم این پیام ما را و این خواهش برادرانه ما را همچنین مبارز برسان که ما مخلص هستیم، ما طرفدارشون هستیم و دلم میخواهد چون هدفهای ما مشترک است که بالاخره تاجیکستان آزاد و مستقل و دور از این ظلم و بدبختی ها باشد. و برگشت بود که بله من پیام رو رساندم، انشاءالله در صحبت بعدی از طریق رادیو زل و هر چیز اعلان میکنم و این خبر رو میگم. من دقیقاً دیگر گفتم خیلی خوب، بچه‌ها رو دوستا رو گفتم که بیارید رادیو رو و من بشنوم صحبت دوستا رو و بله گفتم که چون ما پیام فرستادیم و که همین کار رو متاسفانه این برادران نامردی کردند و خیانت کردند و این برادران ترسیدند و به میدان نمیبرایند. من خیلی خرسند شدم تو اینجا، گفتم که الان خدا رو شکر که اگر چه ما رو هم گفته ایستادن متهم میکنن خیلی خوب بگذار متهم کنن، مهم که این کار به مشورت نشود. اما در جمله بعدی گفته شد که اما ما با وجود این هم به میدان میبریم. خب اینا خیانت کردن، اینا ترسو هستن، اینا فلان هستند و اما ما با میدان میبریم. دیگر با هم دوستان گفتم که چی شد مگر نگفتید؟ گفتم که ما رسوندیم ولی دیگر خب گفتم ما امانت خود رو اجرا کردیم، شما شاهد، خداوند شاهد است که مردم نمیبرایند و این کار شدنی نیست. حالا هم وقت هست، چند روز دیگر باقی مونده است این حرف رو برسونید. ولی خب دیگر گفتن بعد که رسوندیم اما کار شدگی شد و حالا دیگر ما متهم به آن که پیش راه این انقلاب را یا انقلاب میشد و ما گرفتیم. اگر انقلابی که هیچ کس نبراید، خب اگر انقلابی که به یک گپی کبیری یا بعد نبرآمدن نهضت اون انقلاب نشد، پس اون انقلاب نبود است دوستان. پس شما حرفتون در مردم نمیگذشته است که حرف ما را شنیدند و نبرآمدند. حالا که این طورم نبود، مردم شرایط دیگر خیلی است. برای انقلاب باید سبب باشد، برای انقلاب باید یک مسئله پیدا شود که مردم با جوش بیایند، چه که در انقلاب‌های دیگر شده است. اما همین که فقط این خواهش یک ایده از برادران دوستان هستند، برادران در آینده این گونه انقلاب‌ها نخواهد شد. انقلاب وقتی میشه که شما با مردم کار کنید، هدفتون رو بفهمونید، با مردم این گونه صحبت‌ها شود و مردم احساس کنند که واقعا وقتی آن رسیده است که برخاست. با گفته رهبران انقلاب، لنین یک گپی، حالا لنین رو چی دوست می‌دارید نمی‌دارید، لنین یک گپی خوب درباره انقلاب دارد که революция это когда верхи не могут управлять по-прежнему, а низы не хотят жить по-старому или по-прежнему. То есть وقتی که دیگر نمیتوند بالا با مثل پیشینه رهبری کرده و پایین دیگر تحمل این وضعیت رو ندارد، میشد شرایط پردیولوشن سیتواسیا پیش از انقلابی. حالا شما چند کتاب درباره انقلاب خوانده شد، چند انقلاب دیگر تحلیل کرده شد که بعد میه طرح انقلاب میتیم. برای دوستی عزیزم شریف جان و این جواب به دیگر دوستانم هست که همیشه این گپ‌ها رو در همه جا میگن که خب نهضت نکرد انقلاب، نهضت نخواست. برادران عزیز، نهضت یک نیروی تجربه دار هست و مسئولیت دارد در پیش ملت و این همه صبر و تحملش فقط به خاطر آن است که خون مردم ریخته نشود و اگر خون ریخته میشود به خاطر یک هدف، به خاطر یک برنامه ریخته شود، اما نه که بیایم و بدون برنامه مردم رو به خیابان بکشیم. اما دوستان عزیز، اونهایی که طرفدار قیام مردمی و انقلاب‌ها هستید، این روز فرا خواهد رسید. شما آمادگیتون رو به اون روز برسید که واقعا هم ملت بخواهد این تغییرات رو. انا اون وقت میشود یک کار انجام دادن، نامش رو هر چی میخواید بگذارید، انقلاب، خیزش مردمی، نهضت مردمی، بیداری مردمی. مگر دوستان ارمنی ما و شما طرح انقلاب کشیدند و اعلان کردند؟ نه، منتظر بودن وقتی که این سرکیسیانی خواست دیکتاتور نوبتی شاهد رحمان نوبتی و با این تغییراتی که اینستیتوسیا باز در قدرت بماند، مردمی آگاه و بیدار ارمن گفتن نه جوگا، این دیگر مسئله این ارمنستان تاجیکستان نیست، ارمنستان یک کشوری به اصطلاح بنانوی نیست که شما هر چقدری بخواهد خودت و فرزندت رهبری کنید. ما ملت هستیم، ما خودمون رو احترام میکنیم. به شما جواب، مردم مصالحت آمیز خواستن در خیابان‌ها ریختن، نه با آنکه یک جا رو شکستن، کسی رو غارت کردن، خدای نکرده کسی کشته شد، دیکتاتور رو گسیل کردن. الان ببینیم که این آقای جدید پشینان چیکار خواهد کرد. مگر این تجربه نیست؟ مگر اینو از قبل اعلان کردن؟
اینا با مردم کار کردن، مردم آگاه شد که اینا چه برنامه دارن. بیاید یک دو سال دیگر، چند سال دیگر، حالا خداوند خودش میداند که سال میکشد، ماه میکشد، اینا هیچ کس نمیداند. با مردم کار کنید، مردم که اعتماد کرد، مردم که درک کرد که از این به بعد زندگی کردن در این شرایط این تحقیر ملی هست، این اصلا دیگر امکان ندارد. ما از کشورهای افریقایی هم پایان رفتیم در تمام مسائل ها. این رو مردم باید درک کنند. حالا باور کنید یک قسمتی از مردم مثل که ساکنان کره شمالی باور دارن، شاید باور کنن که ما یکی از بهترین وضعیت رو در جهان داریم، بالاترین پرچم، نمیدونم بالاترین زیباترین بنا، فلان و فلان. این مقصودی که از طریق تلویزیون میشود مردم رو تاثیر دارد. مردم کره شمالی فکر میکنن که در نوبت ایستادن برای برنج، با سفارش گریه میکنن، با سفارش میخندن، ولی تصور میکنن که بهترین ملت هستن و بهترین شرایط دارن. یک قسمی از مردم تاجیکستان با این مقصودی رسانه‌های دولتی تقریبا همین گونه فکر میکنن. بیاید با مردم کار کنیم، یک سال، دو سال، سه سال، مردم که فهمید انشاءالله روز و ساعت خستنی مردم فرا خواهد رسید. اون وقت دیگر مردم از ما و شما هم نمیپرسد. دیگر وظیفه یک حرکت و رهبریت سیاسی این است که این خیزش مردمی را بتواند خوب مدیریت کند. زنده باشید دوستی عزیزم. اگر دوستان در استودیو یگان سوال دیگر دارند بفرمایند و بگذاریم با سوال‌های دیگر. فقط خواهشم این است که وقت رو معین کنم تا اینکه مردم رو خسته نکنیم، چون سوال‌ها خیلی زیاد است. منم وعده دادم که خیلی کوتاه صحبت میکنم، اما مسئله خیلی مسئله مهم هستند که نمیشه با یک دو جمله جواب گفت و اونم یک مقدار به احترامی نسبت این دوستان عزیز خواهد بود. در استودیو خب اینجا اشاره شد که ما دوام بدیم سوال‌ها رو. این دوست عزیزم یک سوال دیگر داده است که شما رو به نام رئیس حزب اسلامی میشناسم، چرا که سال نو نصرانی را شما تبریک میگویید؟ چی امید کنیم؟ چرا این کارها رو میکنید؟ من دوست عزیزم شریف جان به این سوال شما شاید در یک جای دیگر جواب خواهم گفت، چون این مسئله هم مسئله دینی هست هم فرهنگی هست، شاید که کمی ما رو به طرف دیگر میبرد. اما فقط مختصر میگم که بله من تبریک کردم هموطنان و تمام کسانی رو که این جشن براشون عزیز است. حالا من این رو نه جشن نصرانی نه جشن یگان دینی می حسابم، همچنان که نوروز را در جای دیگر در این باره هم صحبت خواهیم کرد حتما انشاءالله. اما عزیزان این هموطنان ما هستند. برای یک مقدار از همشهریای ما سال نو اهمیت دارد. بالاخره سال نو هممون است، هممون با همین سال نو زندگی میکنیم. تبریک گفتن یک نفر با اون چیزی که براش عزیز است چی بدی دارد؟ خب نه همه مسئله رو از نگاه دینی نگاه نکنیم. این یک قسمی از مسئله ها فرهنگی است، یک قسمی از مسئله ها انسانی هست. پیامبر اکرم صلوات الله علیه، شما یک بار تاریخ رو ببینید، تمام این تاریخ هایی که هست ورق بزنید، فارسی هم هست، روسی هم هست، شاید تاجیکی هم چاپ شده باشد، که مناسبتشون با یهودیان مدینه چگونه بود، با نصرانیان چه بود، حتی با مشرکان چگونه بود. یعنی ما نباید با این هموطنان خودمون، با این دوستان که فقط به خاطر اونا که بعضی ها میگن این جشن دینی هست تبریکشون نگیم. خب این مسئله بحث‌های فرهنگی و دینی است، انشاءالله در صحبت‌های بعدی خواهیم کرد.